آخ دیون وقت داستان رسیده. ساکت پسر جان. من از یه سری آدم ها خیلی بدم میاد. یکیشون آدمای دروغگو. تا حالا شده مثلا برین سر یه امتحانی هیچی هم بلد نباشین، هیچی، کاملا صفر، برین از یکی از دوستاتون هم یه درس خونده خواهش کنین، بگین آقا خواهش میکنم به من برسون، ببین خواهش میکنم هیچی بلد نیستم لطفا بهم برسون. اونم بگه آقا اصلا مشکلی نیست، رفیقا برای همین روزان دیگه معلومه که بهت میرسونم. تو هم با خیال راحت میری سر امتحان میشینی، وقتی میشینی میبینی که هیچ خبری نیست از دوستت، اصلا دوستت نه نگات میکنه نه هیچی. منم موقعی که مدرسه میرفتم به این مشکل خیلی برخوردم. یکی سر امتحان علوم بود که من هیچی بلد نبودم از درس و به یکی از دوستام سپرده بودم که بهم برسونه، اونم به من مثل همیشه قول داده بود که بهم برسونه. دوست من 2 تا نیمکت به سمت راست من نشسته بود، یعنی فاصله ما بیشتر از 5 متر هم نمیشد. من میتونستم ببینمش، میتونستم صدای نفس کشیدنش رو بشنوم، ولی اون انگار صدای منو اصلا نمیشنید. 5 دقیقه از امتحان گذشته بود و منم نشسته بودم با خیال راحت داشتم بر خودم آهنگ میخوندم. 10 دقیقه که از امتحان گذشت دیدم اصلا خبری از دوست من نیست، برای همین دیگه کم کم شروع کردم صداش کردن که بهم برسونه. پست شهریار، پست شهریار، ای بابا آی کره خر. آقا هیچی از صندلیا صدا در می اومد، از این شهریار صدا در نمی اومد. ما هی نشستیم گفتیم آقا این چرا به ما نمیرسونه، همه صدای منو شنیده بودن دیگه، ته کلاس هم صدای منو شنیده بودن، ولی این دوست من صدای منو نشنیده بود، یا بهتر بگم مثلا نشنیده بود. منم دیدم اوضاع خیلی خیته، شروع کردم زیر لبی تهدیدش کردم. شهریار بعد امتحانی که حالی از تو من بگیرم بزغال منو میپیچونی. آقا این رفیق منم که این حرفا رو شنید یکم به خودش اومد، روشو برگردون به من نگاه کرد، شروع کرد حرف زدن. پست داریوش کدوم سوالو میخوای؟ منم که از خوشحالی اصلا دیگه تو پوست خودم نمیگنجیدم. وای حاجی دمت گرم، فکرم نمیخوای جوابم بدی. حاجی سوال 1 و 2 و 3 رو بهم بگو بهم برسون. چند؟ چند؟ 1 و چند؟ آقا سوال 1 و 2 و 3. باور کنید با انگشتی که داشتم بهش نشون میدادم سوالا رو، ولی ظاهرا آقا اصلا هیچی از حرفای من متوجه نمیشد. داریوش اصلا نمیفهمم چی میگی، سوال چند درست بگو. شهریار به قرآن پا میشم میام میزنم تو سرت. سوال 1 2 3. آقا شاید باورتون نشه ولی روشو برگردون، برگشت و خیلی شیک رفت تحویل معلم داد. منو میگی برگه خالی رو گرفتم تو دستام دارم نگاه میکنم دنبال بهونه‌ای که به معلم چی بگم. خلاصه اگه همچین رفیقایی دارین این ویدیو رو پیجشون شیر کنین که بدون این کارا درست نیست. حالا من که اون امتحان افتادم ولی این کارا درست نیست عزیز من، درست نیست برادر من، درست نیست.